بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، در 10 صحبت گذشته هر عملی که سبب موفق شدن بنده، سبب خوشبخت شوی بنده، هر عملی که سبب جلب نعمت ها و دفع نقمت ها می شود برای شما بیان کردیم. و امروز یکی از سبب هایی که سبب جلب رزق می شود و این را الله تعالی در سوره طه ذکر کرده است به شما گوشرس میکنیم. الله تعالی می فرماید وأمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. اهل و عائله خود را به نماز امر کن، واصطبر علیها، و در این راه صبر کن. البته نماز مشقت است و امر کردن هم مشقت است. انسان گاه 1 مرتبه 10 مرتبه 1 ماه امر میکند، سپس خسته میشود و ترک میکند. نه، اهل و عائله خود را به نماز امر کن و در این کار صبر کن. یعنی همیشه اگرچه آنها نماز را خوانند هم برخیز به نماز تهجد، برخیز به نماز بامداد، آنها را امر به نماز کن. این خطاب امام قرطبی میگوید که خاص به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و تمام امت ایشان را در بر میگیرد. هر مرد، هر زن، هر فرزند، هر عضو یک خانواده میتواند اهل و عائله خود را به نماز امر کند. وقتی که شما اهل و عائله خود را به نماز امر میکنید و همیشه این عادت دائمی شما میشود، این سبب جلب رزق می شود. الله تعالی گفت که لا نسألک رزقا نحن نرزقک. ما از تو رزق طلب نمی کنیم بلکه ما تو را رزق می دهیم. چه علاقمندی بین نماز و رزق است؟ الله تعالی بهترین سخن کننده است و این قرآن بهترین کلام است. هیچگاه دو سخنی که به هم دیگر علاقمندی ندارد در یک جا ذکر نمی کند. اهل و عائله خویش را به نماز امر کن و در این راه صبر کن، ما تو را رزق می دهیم، از تو رزق طلب نمی کنیم. بنابراین حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر این آیت گفتند که تو نماز را برپا دار و رزق تو از جایی که گمان نکردی به تو می آید. بنابراین حضرت عمر رضی الله عنه همچون عمل کردن به این آیت اهل و عائله خود را به نماز امر می‌کردند. آنها را به نماز تهجد بیدار می‌کردند، آنها را امر می‌کردند که نماز خوانند، همچون عمل کردند به این آیت کریمه. بنابراین اگر خواهید که یکی از سبب‌های شرعی به دست آوردن رزق در شما یافت شود، همیشه اهل و عائله خود را به نماز امر کنید. الله سبحانه و تعالی برای هر یکی ما و شما توفیق امر کردن اهل و عائله به نماز و توفیق صبر کردن در نماز را برای ما نصیب روزی گرداند. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.